چالش 15 روز 15 نکته کلیدی با کراتین یگانه همراه باش تو این 15 روز. تکنیک اول روز این کار حرفه‌ای هستی یادت نره لایه بندی و تقسیم بندی مو یعنی نصف راه موفقیت تو. اگرم آماتوری رو تازه شروع کردی نگران نباش، اومدم که بهت یاد بدم. اشتباهات رایج ما کراتین کارا، حتی خود من وقتی آماتور بودم هنوز حرفه‌ای نشده بودم توی تقسیم بندی مو بود. وقتی مو رو می‌خواستم تقسیم بندی کنم یک دست و مرتب نبود. مواد بیشتری مصرف می‌کرد. وقتی داشتم مواد گذاری می‌کردم تایم خیلی بیشتری مصرف می‌شد. تازه یه وقتایی هم لایه‌ها رو گم می‌کردم و یه فاجعه هایی به بار میومد. اما الان از تکنیک برش لایه‌ای دقیق استفاده می‌کنم. امروز دارم بهت یاد میدم. قلم خودکار بذار بغل دستت، نکتهشو یادداشت کن. برای تقسیم بندی مو شما به 6 تا گیره یه دونه شونه دنبالیک نیاز داری. وقتی می‌خوای تقسیمش کنی سر رو به دو نیم کره جلوی سر و پشت سر تقسیم می‌کنی. مو رو از وسط فرقشو باز می‌کنی، یه دونه این ور یه دونه این ور جدا سازیاتو انجام میدی. پشت سرم همین روالو داره. شما اول میتونی به دو تا نیم کره چپ و راستی این ور این تقسیمش کنی. در غیر این صورت اگر خیلی حجم موهاتون زیاد بود اون دو تا نیم کره رو دوباره میتونی نصف کنی. بعد شروع می‌کنی به لایه لایه کردن مو به فاصله های 1 تا 1.5 سانتی متری. وقتی شروع به مواد گذاری می‌کنی یک تمام لایه مو یک دست آغشته به مواد میشه، دو هیچ جا بدون مواد نمیمونه و توی کارت دیگه برگشت هم نداری توی لایه